سومن جون، بین برایت چی گرفتم. سورپریز. دیدی اپای زهرا برای تو چی خریده است؟ این بسیار زیباست اپای زهرا. همراه مادر و پدرم من رو صورت نمیگیرد. البته راسست کنی سلفی میگیریم. بله زیا جان کنی باشین، تو کمی اون طرف شین. نه سلفی نمیشود. دخترم عیب است، این خیل نکن. دستش رو برداشت. سومن عیب است. عیب نیست زیا، به فکرم رسم بسیار زیبا آمده است. بله دیدی پدر جان زیبا آمده. اپای زهرا سلفی گرفتن، اکنون من رو با پدر و مادرم صورت گرفت. این کار را پدر جان شما از این طرف، مادر جان شما از این طرف من رو بوسه کنید. اپای زهرا رسم گیرد. بله بوسید کنی دخترم. اپای زهرا کنی دیت صورت را بینم. مادر بیده چه زیبا اومده. البته دخترم. پدر جان در این رسم یک کمبودی است. چی بوده از جانم؟ خواهرچه برای من کی خواهرچه میکنه؟ وقتی رفتن هم شد پسرم. یگان قندک و پندک نگرفتی؟ وای داد پدر جان، من اون رو از هیجانی زیاد فراموش کردم. یا الله توبه. ابا شب خیز بره یگان شیرینی پرینی بیاری قیمتش بیار. میلش داملایی است. داماد رو خسته نکنی. من بچه ها رو روان میکنم میگیرم. دویده رفتم مسئله شکلات رو حل کنید. میلش اکا تمام. مبارک باشد کمال سیاه. تو چیو میگویی؟ برای خواستگاری دوست داشتت میروی. خداوند عمر درازی یک جای نصیبتان کند. اما این با برآمدهایی که در میدان میکنی وابستگی دارد، وگرنه خودت میدانی که چی میشود. خیر میلش، لعنتی من تو رو برای تو میجنگم، ولی این رو هرگز فراموش نکن بابای خودیر. اگر به طور موی خانم میلی ضرر رسد، خبر تمومی سلولات رو آنجا میکنم. فراموش نکن. گوش کن جوان مرد، نفری که با بابای قادری خلگب میزند عمرش کوتاه میشود. عاقل باش و مسابقه در نکن. به خانم میلیس هم سلام رسان. لیلا اینقدر آهسته کار میکنی؟ کاری زیاد داریم، زود باش. آها مادر، چی کار میکنید؟ برای چی آمادگی میبینید؟ شیرینم امشب برای خواستگاری زهرا زیا میآید، آمادگی برای آنهاست. خودش چی گپ؟ آنها خانه‌دار شدن، باز چه خیل خانه‌داری؟ آخر دخترم آن نکاح بریده شد، برای همین از سر نو با رسم و آیین میخواهند. خیر اکنون همچون کلانی خانه جناب کنعان زهرا را از من خواستگاری میکند. خوبو زهرا کجاست؟ از این خبر دارد؟
برای شیرینم این خیلی می شود. روزش را آنها انتخاب کردند. جناب کنعان آمده خواستگاری میکرده است. جناب کنعان؟ ای ملیس، مرا گوش نمیکنی ها؟ نمیشنوی ها؟ نمیشنوی؟ خیر نه نمیشنوی. چقدر سوال زیاد میدی. زهرا از هیجان در جاش ایستاده نمیتواند. اینجا هم ناآمد، کارهایمون بسیار زیاد است. خیر بگیر این کارو حل میکنیم. زود باش لیلا، زود باش آخر. گیر. جانم زیو من دیگر طاقت کردن نمیتوانم. زهرا خوب کردی جانم، با من باور کن. از راستی خوب رفته ایستاده است. خوب شروع کردی. التماس کمی دیگر کوشش کن. التماس لطفا. زیو تو نمیفهمی. در رسم عائلوی شما برای من جای نیست. زهرا چی میگویی؟ من در حیات غیر از تو و دخترم دیگر کسی ندارم. جای تو در دل من است جانم. برایم در دلت جای بودنش کافی نیست. پدر جان یک لحظه اینجا بیاید. شد دخترم میآیم. حاضر. رفت البته به نزد عائلت رفت میروی. رفت سنم جانم. چی شد به تو؟ این چی حال است؟ همش از پشت هجری شد زورا. استخونی پایت رو شکست؟ نه آخر این خیلی گپ نیست. یعنی من بعداً با تو نقل میکنم جانم. حکایه دراز است. کنی نقل کن. گفتم که دراز است. تمام. پسری پهلوانی من تیستر خانه‌دار شو، نه بیرهایم رو دستداری کردن میخوام. پروا نکن پدر جان. با اذن خدا دوگونیک رو دوستداری میکنی. من دوگونیک رو دوست میدارم پدر جان. این از راستی شفا یافته باشد یا اینکه ما را فریب میدهد؟ این چیز رو نفهمیدم. مگر نمیبینی اکه جوهر با خدا شفا یافته است؟ از منو تو دیده با عقل تر شده است. من هیچ چیز رو نفهمیدم. چی گپی هست؟ اصول است که نامه کما اکا شکلاتو را گرفتیم. بهترینش رو گرفتید؟ همین خیل؟ بهترینش را. این خیل باشد با خواستگاری دختر میرویم. خیلی زد میرویم. یک لحظه اول با مسجد میرویم، امر معروف هجری رو گوش میکنیم، انا بعد میرویم. مرحمت. گلدسته رو نمیگیرید دومولا؟ گلدسته تا گیب سرم. اینا همشان عاشق هستن. کلی رفتیم. نبیرم چه خیل است داغن؟ همیشه در زیر نظارت است جناب. از قصر بیرون نمیبرورند. از هر لحظه نبیرم مرا خبردار کنید. البته جناب. عملیات جنگاور را کی شروع میکنیم؟ چیکارچی خوب همیشه ضعیفی سید را منتظر می شود. جنگاور را نیز از نقطه ضعیفیش دستگیر میکنیم. سردارم تینجای هم مردک ایمان آوردی با مچت آمدی. مبارک شود. حاضر چرا این خیل سوال میدهی؟ یعنی سببش چی است؟ نه هیچ وقت نمی آمدی. یکی مچت آمدی. عجایبات تو توره داری؟ پسرم همچون امنیت استانبول آنقدر بیونر هستیم که برای دستگیر کردن جنگاور نزد خدا دعا کردن آمدم. راست میگه دعا بهترینه. یا خدایا اکه اونال جنگاور نه یا سردار پیش کنه و امین لوین تا در جای که اونال بمانه. آمین الله. هجری برای من دعا کن برادر. از آن جنگاوری که همیشه نقاب میپوشد جونمو خلاص شود. انشالله بخیر میشود کمیسر اونال. انشالله. هجری به خاطر یک کاری خیر به خانه خانم تولین میرویم. تو هم با ما بیا. بله میرویم اکه کنم. چه خیلی کاری خیر بخیر است؟ ملیس را برای کمال خواستگاری میکنم. چی ها میگویید؟ دیوانه شدید؟ قوت عشق است کمیسرم. دل فرمان را گوش نمیکند. کنان تولین دخترش را با کمال سیان نمیدهد. تو این را نمیفهمی؟ میدهد کمیسرم میدهد. خانم تولین برای دخترش را دادن از دیروز راضی بود. اینها باید دیوانه شده باشند. نه سردارم اینها بسیار جدی هستند. ببینید همه کسب با خواستگاری رفته ایستادن. تو خواستگاری کن خواستگاری. ببینیم یگان نفر میاری که خواستگاری کنی. من اول امشب بانو را گریزانم. میبینی گریختن چه خیلی بوده است. بفرمایید.
ماشین رو در کجا مانده بودی؟ ماشین ها دوزیدن اکاونر. ماشین در خط کوچه رنگ رود پرید اکاونر. هم ماشین دوست داری ها؟ خانم تولین شما خوب هستید؟ تشکر جناب کنعان. شما چه خیل هستید؟ تشکری زیاد. ما هم خوب هستیم. سلامت باشید. این دیوانه رو چرا اینجا آورده باشد؟ یا خدایا، با این آدم چی شده باشد؟ بسیار باادبانه نشسته است. زهرا، اینجا چی گپ است؟ هرچه باشد ملیس رو برای کمالیسی و خواستگاری میکند. تولین هرگز ملیس را به این آدم نمیدهد. این کلتکیلاس چرا این خیل پوشیده هستن؟ نه آخر یعنی برای خواستگاری اومده یک بسر و لباس اهمیت بیده؟ تو پروا نکن. آنها خیلی شد که دوست داشته هستند. خیلی که نباشد خانه دار میشوند. زهرا جان، برای مهمان هایمون قهوه آماده میکنی؟ همه منتظری تو است. چرا من میکردم ینگه؟ ملیس میکنه؟ خدایا دیوانه هست چی؟ چرا من میکردم؟ البته تو میکنی. گویا برای خواستگاری من اومدند. زهرا جان، عیب میشود. کنی رو. مرا شوکت میگن. شوکت بانو رو به تو نمیگذارم دیوانه. شرمندگی است. ببینم بانو جان. مایلش جونم. خدا همش به خاطر عشقمان است بانو جان. بسم الله. این کیه؟ اباشه روی این پورش پکیلوف که چیه؟ لوند، دلم میگوید که امشب با جنگاور حتما روبرو میشوم. سردار شما بعد کلتکل از باز با این جنگاور چسبیدید. چه خیلی آدمید؟ این آدم چی کار میکند؟ او در سرش نقاب داره. نقابش رو من هم دیده ایستادم. باش از تو. پدر اینو اکشو پای دوشن. ایستا. یه بچه بگم بزنم. دستانت رو بردار. یه بچه آدمی خدیه. تسلیم شو. ایستا طرفی موقع مثل آدم تا کور احمق. کنی نقابت رو کش به شرف. چی؟
акай унал момарди чӣ ту шавкат о маём чихелин созен тенжен левой чихели ба худаем беақл акай унал мараксози давшав саросема нашав мефаҳмонум чиро мефаҳмонӣ напурс акай унал корҳое ки мехостам ухелӣ нашид кани фаҳмон кани медонӣ дар сарам як нақшаи зур доштум аммо он нақша дигар шид ба сари сала рафтум неки ма кала овардум гап назан хомӯшӣ левен дастонашро банд як шаб маҳкам кунеб ба фикр модам мешавад мардак ма кору бор дорум хеле нака айбай акаунал ами кор доштааст монуш барава акаунал чӣ кор дорӣ чикри чинӣ мерам акаунал даматро гир левен гир шавкат рости гапи фармони сардор вақте ки фармон сардор дод сардор фармон дод мо бояд иҷро кунем хеле як бача дастма шикасти лево шавкат девонагира бас ки чиликота мешикад лево чилик шиканак шидебо акай унал айбай ба худо як сағираро чашми дидан надуре ай худо наметарсӣ ин масал чунин нест беақл канишин ба мошин биёй мошина ма ҳай мекунам беақли девона кай то одам мешавӣ не ба худо куркара наохаридам шавкат девонагира ку даро дар бараш бишинем ака кама мерам ба бин дарҷа чӣ мегӯям як кор доштам амуро ҳал мекардам меомадам мардак беақли ба полис кор дорум охи ҳай бешигӯша қарор бест чуш одамҳои ҳайвон сифат хуш қаҳваро нӯшидем бисёр хуб омадааст нӯши ҷонатон сараввал бояд ба шумо гӯям ки маро хеле хуб қабул намудед ба ҳамааш ташаккури зиёд хонум Тулин ҳеҷ гап нест вақти шуморо зиёд намегирам сабаби омадани мо бошад чаро ин девона сухан мекунад яъне зуҳроро барои калтакелас ҷаноби канъон хусгорӣ намекард тулинҷон ин нею ӯ чӣ хел боақлона суҳбат карда истодааст аҷаба ӯ девона набуд магара парво накун худашро боақл нишон дода истодааст агар худашро боақл нишон дода истода бошад яъне боақл аст аз барои худо самӣ агар ӯ боақл бошад баъд чӣ ӯро бинохӣ аз барои худо шаклашро бин خانم تولین عشق در این دنیا مقدسترین حسیات است. دو نفر یکدیگر را شناخته و دوست داشته اند. زیباترین وسیله است. این دو جوان هم یکدیگر را دیدند، دوست داشتند و عاشق شدند. آنقدر عاشق شدند که یگان چیز مانعشان نشده است. عشقشان عقلشان را خورده است. عشق مجنون را مجبور کرده و بیابان برده است. اکنون وقت پیوند رسیده است خانم تولین. با امر خدا و قول پیغمبر با امر خدا و با قول پیغمبر خانم تولین شما را برای خودم میخواهم. اوه چی؟ 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 падар ту чӣ кор кардӣ? модару чӣ мегӯяд? девона аст охир, девона. инҷо чӣ гап аст? ҷаноби канъон, шумо ба хостгории зуҳро барои калтакелас омада будедку. ин чӣ шармандагист? чӣ? вай хонум Тулин, бахшиши зиёд мо ба хостгории хонум Мелис барои камол омада будем. охир вай чӣ? вай яъне то вақте ки сари домуло дар ҷояш буд ҳама чиз хуб буд, аммо чӣ шуд ин сарзадаро боз худашро ба девонагӣ зад? نازی زیاد ایشرا کشان میدید خانم تولین. بیایید این کارو در همین جا به انجام رسانیم. دف شوید از اینجا، زود گم شوید. داماد حقیقی منم. دف شوید منم داماد حقیقی. از عشق من گرفته و بتابی. من هستم.
ошно гунаҳкори ҳама ин корро ту ҳастӣ. аз ту интиқомамро мегирам. منتظرم به این همکاری ناتمام داشتم. بچه این دیوانا وقتی دیوانا شدنش رو یافت این چی خیلی خوزگاری بود نفهمیدم اکا امیدم او رازه نمیتی اخی گیرشه چه گفت شد اینجا؟ امانه پدر و پسر دیوانه هستن. اهمیت نده. شرمندگی اوف بیرون برآمده کمی سر میکنیم. آرام شدن لازم. این چی گپ هستن؟ از راستی؟ از راستی سومن رو هم میگیریم. تمام من آماده میشوم نباشد. آماده شو. یا خدای توبه. دستش رو بگیر نفتد این هم خودش دیوانه است هم فعلش دیوانه نمیتوانم سردیت مرا تولی جانی من آرام یا خدایا توبه. هجری چرا منتظر من نمیستی؟ چی شد؟ یعنی مرا تو خانه نمیبری؟ چی خودت رفته نمیتوانی؟ هجری نمیبینی مگر من با این حالم چخیل به خانه میروم؟ میبینم بسیار خوب میبینم. حالا هم برایم نگاه کرده شرم نکرده با بهانه مایو بودن مرا فریب دارد این دختر. من تو رو چیکار کردم؟ از من چی میخوایی؟ بس است. هجری و خاموش دیگر رو برایم نبرا. من بازیچه تو نیستم. هجری ایست صبر کن. هجری رهایم کنید. سردیت مرا سردیت میگویم. من خودم میروم. پدر جان چرا تو این خیل میکنی؟ قربونت شوم. ما چی مصلحت کرده بودیم؟ دبتگی گوسفندی کرد. من آن زن را میخواهم. آن زن را با من ندیه. گپ همین. تمام داملازمی چرا بیادبی میکنی؟ من آن زن را به تو میدیم. وای داد مهاری برا فراموش کردم. از نومی بابای خودیر باید برامد میکردم. اکای جوهر لباید پسرم. خویش میکنم پدر مرا نگاه میکنید. من کمی کار دارم. استغفرالله پسرم تا از پسی کارت رم. من پدرت رو میبرم. پدر جان من کارم رو تمام کرده در حال میویم. مایلش من چی میگویم این چی میگوید؟ تو را با من ندهد. من به زندگی کردن نمیتوانم. یا خدای توبه. یا خدایا با من صبر ده. تو بیرد پسرم رفت شد بیا میره. یا توبه. وای با کجا رفت؟ وای گوسفندی کرد. خواهی نخواهی هم من تولید را بزنی میگیرم. انا همین. مادرم چرا نآمد پدر؟ مادرت سرش کمی درد دارد. دخترم باید استراحت کند. برای همین میرویم جانم. یک لحظه سنم چرا گریه میکنی؟ چی شد؟ هجری چی شده؟ سنم همش رو فهمی که بازی سمیخیلنی؟ بله زهرا ما منتظر میشویم. مالش دلم رو بسیار سخت شکن زهرا جان من. اما من به تو گفته بودم که سنم از اول تو با هجری بازی کردی. تمام
تمام میگذرد. شو جانی من گریه نکن لطفا. گوش کن جانم، کمی فکرت رو پریشان کردن لازم است. درد عشق در هم نمیگذرد. چرا او رو دوست میداشتم زورا؟ اگر 1000 دل داشته باشم یک تاش رو هم به او نمیدیم. تمام جانی من نده. تمام. بی چی میگویم؟ بیرون میرویم تو هم همراهی ما بیو. کمی هم باشه هجر رو فراموش میکنی، فکرت رو پریشان میکنی، او رو میشوی. من فکری او رو نمیکنم و خیر. من او رو که ها باز فراموش کردم. شو جانم فراموش کن. این خیلی باشد وای میکنیم. من رفته یگون چی پوشم می آیم. بعدا میرویم. مایلش بیو پوش جانم، خنک نخور. جناب جوهر بگویم که توی کردن لازم. توی من همه خیلی دیزن میکردم میکنیم، ولی برای ما یک داملا لازم. یک داملا نکاح کن. در اون نکاح کرده میگیریم کار خیرس تمام و سلام. نکاح میکنیم. کرنه سرنه می نوازیم. بگذار همه جا شنود. می نوازیم. بگذار دنیا بداند که از می با طولین خاندار می شود. میگویی به همه لبلبو تقسیم کنید. چرا لبلبو؟ خیر چارمن تقسیم میکنیم. بچه ها این به سر ما بلا می شود. در حال این را خاندار کنیم که رود باز نگوید که نگفتی. این کی است؟ چهارمغز از درخت چیده به همه تقسیم کنید. بدونیم مولاکل است. جناب، از آدمی که در نزد قصر گذاشته بودیم خبر رسید. کلتکلس همراه زهرا و نبیرتون به بیرون برآمد. پلیس همراهشون است؟ نیست جناب. رفتن نبیرم رو بیارید. خیالی اگر جنگاور پیدا شود با او تو سر و کار میگیری. بله محترم جنابان، به بازی آخرانی سال همه کس خوش آمده. از طرف دستی راست 45 سال گذشته افتخار شکن. از چمپیون از امریکا مایکل جکسون. جنگ گفتم سر میکنید، دیست گفتم ایستید. قاعده رو رعایت کنید به جای خودتان. جنگ. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت. مایدچه به کجا می رویم؟ بالونا پارک می رویم؟ من نزدی بابایم میروم. برای چای بابایم رو یاد کردم. دخترم میرفتیم ولی بابایت در خانهش نبوده است. برای همین بعداً میرویم. بالونا پارک رویم نمیشود. مرا گوش کنید. در یگان جای خلوت پیش راهشان را میبندیم و کودک را میگیریم. کسی مقابلیت نشان دهد میمورد.
چشمانتون رو خوب گشایید و با دقت باشید. تماشابینان محترم، حالا باشد کمال سیاه با مردی به تان شکن بجنگد. با جنگ سر میکنید، با اسم ایستید، قاعده ها را رعایت کنید و جایهای خود. جنگ. که جنگ ایستاده است. جدی بودن این مسئله رو با او فهماندن لازم. تلفن رو بده. لبای خانم الیس، دوست داشته‌تان به خاطر شما با مرد دست به گریبان است. شما چرا در نزد دوست داشته‌تان نیستید؟ چه خیلی دوست داشته؟ کی هستی تو؟ من بابای قادر، پیشتر شنا شده بودیم. حریفی افلاس، چرا به من زنگ میزنی؟ شما در نزد کمال سیاه نباشید. او جنگیده نمیتواند. در حال به اینجا آمدنتان لازم. به جهنم رود. چیزی که میخواهد کند. او به شما چیزی نگفته بود خانم الیس؟ باید چی رو به من میگفت؟ کمال سیاه اگر از نام من برآمد کرده در این محاربه چمپیون نشود، هر دیاتان میمورید. چی؟ اگر با پلیس خبر دهی برای هر دیاتان بد می شود. در حال بیا. در حال درسی عمرم حالت رو میبینی. دختر چرا با ما میدهید؟ کودک رو با ما دهید وگرنه همه تو میمورید. دخترم رو رها کنید. به شرف ها رها کنید. کلی دختر رو با من ده. دمت رو گیر. دختر رو با من ده میگویم. با من ده. سومن سومن تو چیکار کرده ایستاده ای؟ خیز باید کاری این آدم رو تمام کنیم وگرنه هر دویمان رو میکشن. ملیس ای ابله چرا به من نگفتی؟ باید در این محاربه غالب شوی وگرنه این آدم ما رو میکشته است. خیز پروا نکنید خانم ملیس، شو هم باشد غالب اومده چمپیون میشود. با این حالت چخیل چمپیون میشوی. خیز کاری این آدم رو تمام کن.
حاضر میبینی یک آدم رو زده نتوانستی. یک چیز گفتنی بودم نخست مشت خوردم همین خیلی مرا هوسمند میکنید خانم ملیس. حاضر تو رو خوب هوسمند میکنم. با دقت باش. خیز کار این آدم رو تمام کن. در حال کارش رو تمام کن وگرنه رویم رو نمیبینی. سرش نزن. نمیبینی سری اون مثل بیتون است. با شکمش زن. با شکمش موش زن. باز چه زنم آخی؟ دو سه چهار پنج شش هفت هشت نکاوت. چخیل بودم خانم ملیس؟ به هنر چیزی نموند که مغلوب شوی. بازیرونی نتیجهش رو میبینی. آخر غالب شدم کو. با گفته من غالب شدی. با گفته من اگر به تو یاری تکتیکی نمیدادم غالب نمیشدی. این خیلی باشد از این پس یک جای مشق میکنیم. اگر در همه بازی غالب برایی در فینال رقیبت این آدم میشود. این چی است؟ تو با این میجنگی مگر؟ پروا نکن خانم ملیس. درون این آدم خالی است. چندین تای آنها رو افتوندم. این هم یکی از آنهاست. خوب مشق کن کمال سیاه. میدانی که حیات هر دیتان از این وابسته است. جنگاور خیلی وقت گذشت. تو را یاد کردم. پروا نکن. یه زنم را زنگ زدم. دخترم رو از من هیچ کس نمیگیرد. به این طرف. کلی جنگاور بیزن. کاری رو تموم کن. انا میخیل قهرمانی من. در کجا هستید شما؟ ماشین در کجاست؟ دخترم را رها کن. به شرف. دختر جان اون طرف رو. زود بیاید. کالتاکل است اینجاست.
بیا زود پیش درو. کانی جانگوار او رو بیزن دیلت با اون نسوزد. جانگوار بازوا میخوریم. جانگوار ایست نرا. ایست با هیچ کجا نمیروی. گپ زدنمون لازم. زخمت رو بینم. آخر تو سخت زخمگین شده ای. باید زخمی تو رو تازه کرده ببندم. چی شد؟ تازه کرده بستن نمیخوایی؟ چرا جایز نیست مگر؟ چی ها میگویم من؟ چی خیلی جایز آخر؟ بار گذشته به تو گفته بودم که یک آدم هست معزین مرا غم میدید، نامش هجری آخر. وای دویما این جایز نیست، وای جایز نیست گفته سرم رو گران کرده است. من هم جایز نیست میگویم. خیر تو یک سگذار هجری رو، به این هم وقتهای آخر با او سرم در بلا است. من برای تو بسیار دلگیر میشوم. بسیار میترسم که به سرت یگون بلا میآید. حالا هم برایم نگاه کرده برای تو خواطر هستم میگوید. من چی میگویم؟ حاضر من جنگاور هستم. باید مرا نبینند. خدایا تو مرا نگهبان باش. این دختر سری مرا گرم کرده است. چرا با من گپ نمیزنی؟ چرا؟ به این هم هجری با من رفتاری بد میکند گپ نمیزن. تو هم بالای کارهای وای چونی رفتار میکنی. اقلا تو با من این خیر رفتار نکن. ایست تو کی هستی؟ سرم که در بلا گرفتار شد نجاتم میدی. تو کی هستی؟ نه او به خاطر من اومد. با شما علاقه ندارد. یعنی او قهرمانی من است. زهرا تو سومن و سنم را گرفته از اینجا به یگان جای امن روی. تمام جانم رفتیم. با این آدم گپ زدنم لازم. رفتیم. تا بازدید جنگاور خودت رو احتیاط کن. تو کی هستی؟ زهرا؟ یزنه بخشش میپرسم آسمان جانی من. تو ولی وینت رو بیهوده تو اینجا آواره کردم. سازی زیا خودش سومن رو از آنها نجات داد. جونم بیهوده میشود مگر؟ اون نه خیر. ما را جنگاور نجات داد. جنگاور گفتی؟ بله آنجا با جناب زیا صحبت دارد. دوید کری دستگیر کنید. اون بیشتر را دستگیر کنید. جنگاور گریز پلیس آمدن. دستگیر کنید. او را دستگیر کنید. لعنتی را نگذارید که رود. آفرین بسیار کاری خوب کردید. با وای به شرف چی گپ میزدید؟ چی گپ میزنم؟ فرصت دادی مگر؟ کی بودنش را پرسیدم که آمدی. کی بوده؟ چی گفت؟ خیلی دورم بوده است. مرا مسخره میکنی؟ البته یعنی فرصت ندادی تا از پس جنگاور شدن سقراط را دستگیر کن. خیر شب بخیر. سردارم حرکت این به عقل رو ببین. با فکر من این با جنگاور یک جای جنایت میکنن. هر دوی آنها رو از پسشون شاوی میگویم. وای به شرف رو دستگیر کنید. دوله بید. چیزی نمانده بود که در بازی اول مغلوب میشدی. از این پس خوب مشق میکنی. با این خیل جنگیدنت ما رو چخیل از آنها خلاص میکنی. تو جنگ کرده هم نمیتوانی. از امروز من با تو کار میکنم. چی خیلی که فرمایید خانم ملیس.
از این پس با خانم ملیس بسیارتر وقت می‌گذرانم. با خدا میگویم پیکنیک فکری خوب است، با همه یک جایه. نمیدانم شاید برای نزدیک شدن با سمن فرصت خوب بشود. انشالله. همه رو پیامک فرستادم، امیدوارم که می آید. انشالله. زیا به فکرت سمن مرا مثل مادرش قبول میکند یا نه؟ البته جانم، تو شبه نکن. حالا میبینی تو هم مادری بسیار خوب میشوی برای وی. انشالله. بدنت یره‌دار می شود و می گذرد. مهم زخمهای دل هستند. در دلی که یره نباشد گل نمی شکفد. نفری رو که پایش خار نمی خلد بروی سینهش بوی گل نمی پاشند. فکر میکنی که عشق کاری عقلانی است، ولی گلها از یکدیگر فرق می کنند. یکی را با بویش شاد می کند، دیگری را با خارش ناشاد می کند. همه زخم‌ها را مثل خلیدن خار بدان. با هر زخم به خدا نزدیکتر می شوی. بسیار یره‌دار شدم استاد، بسیار. سمن رو چل گرفته نتوانستید. جناب پلیس به تو آخران بار شانس میدیم. اگر باری دیگر دستی خالی آیی میموری، حاضر رفته نظارت خانه اشان رو ادامه دهید. گذاشته همین تلویزیون هم؟ گذاشتم مادر. بسیار خوب. ملیس دیوانه با پسرش همین جویم. وای دیوانه اینجا باشد من نمیروم. مادر بهودگویی نکن، پروا نکن. گویا ندیده او را بهودگویی میکنند آنها. ای ملیس شیرینم نمیبینی آنها همیشه ما رو ناراحت میکنند. شد مادر، این بار این خیل نمیشود. پروا نکن. تو رفتیم. اول شما درآیید مادر جان. تشکر. هجری چرا نامده؟ دلش را شکستم برای همین نامد، یا اینکه دیگر رویم رو دیدن نمیخواهد. من همراه عمه در اتوبوس میروم. او را تنها نگذارم. مایلش پدر جان. خیر میبینی. خیر جانم کنی گذر جانم. نبراتون با ماشین زهران نشست. بسیار خوب جناب، با اتوبوس نقشه ما را عملی کردیم. ترمزش را از دور میتوانیم از کار براریم. دویم باشد با درون اتوبوس گازی بیهوش کننده میدهیم.
аз автобус зинда баромаданашон ғайриимкон аст. тамом. агар ҷанговар муқобили нақшаамон барояд, хаёлӣ бо ӯ сару кор гирад. барои парасторӣ мерам, ғайр аз ман дигар ҳеҷ кас намонад. фаҳмидам ҷаноб. زورو چه خیلن؟ اون گرفته سود است مگر؟ بسیار خوب است. یعنی زورا با جیانت آنقدر خوشحال هستند که مثل مادرش با گذشت وقت عادت میکنند. بسیار خرسند شدم. میشود بسیار خوب میشود. هوا چه تیسر ایکو؟ خانم تولین چه هستید؟ نقص هستید؟ از من دور شو منیک، دور شو آروم شو. همش نقص میشود. ملیس مشق رو کی شروع میکنیم؟ با جایت شین کنی؟ بیشین. ایتوات خانم. جنابی کانون، چی خیلی که گفتم دوگانه ما رو دزدیده و باغوج ماشینش مونده است. من هیچ چیزش رو نفهمیدم. وای بیشرفه، پسری بیشرفه. اگر بدستی من افتاد کو پارش میکنم. پاره. های پسری بیشرف بودستی. خاوری او را کندن در کره. آروم باشید لطفا. جنگاور ما از هر دو این جانمون رو چخیل خلاص کنیم؟ تو میلیس رو من بانو رو میگریزانم، دیگر راه نیست. چه؟ چی حیران شدی مگر؟ یکون گفی ویران گفتم، دخترها رو میدوزدیم. تمام. میگویم که در این سیاحت کردنمون 2 عروس یابیم چی ها؟ باور که ما تقدیر نداریم شرف. آن پیری روزه می آید. شرف آرزو که آماده باشید. شما صد راهی ماشین را بندید و نبره سردار را گیرید. با автобус من سر و کار میگیرم. موسیقی زیبا. اگر شما نمی بودید با زیباتر. системаи тормозҳояш аз кор баромад. چی شد برادر؟ گوسفند автобус را درست برانه به عقل. ترمزها نمی‌کپند. در سیستم ترمزها مشکلی رخ داده است.
چی گپ است؟ زمان آرام باش میلش جانم، هیچ گپ نیست. راننده چمبرک با پستکم ای بچه روشنی تمام شما پرو نکنه، اجازت نمیدیم که به شما چیزی شود. اکا جان اکا شوفیور ترزنم بشکنم میپرم او خیلی اگون کس اگون کار کناد این بوی چی است؟ مثل بوی مرگ موش است به خدا. دختر را گرفتید. بسیار ناز. منتظر باشید حاضر می آید. همین خیلی خوابم گرفته است که